السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد الحمدلله طبق هم گفتگوی الله مسئولات پیامبرمون الحمدلله عمل میکنیم. اما بعضی وقت همین ایمان یا همین دلگویی میتایم و در فکر میزنیم که همین ایمان هم ایمان بسیار انسان ها در بسیار قوی تره و از بعضی ملاها در واقع در فکر در قلب می همین فکر هم در فکر میزنم در همین بسیاری وقت همین سببش در چی باشه استاد؟ شاید این یعنی وسوسه شیطان باشد، لیکن شما طبق حدیث اگر نگاه کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که به شخصیت هایی که در دنیا از شما بالا رفتن به آنها نگاه نکنید. شما به شخصیت هایی که در دنیا از شما پایان است به آنها نگاه کنید. یعنی یا آدم ببینید که پیاده گرد است، اگر شما ماشین ارزان داشته باشید شما با آدمی که ماشین قیمت دارد به او نگاه نکنید، با آدمی که پیاده گشت است به او نگاه کنید. در این حالت شما شکری نعمت میکنید. و در مسئله های دنیا میگه در خانه اجاره می نشسته باشید با آدمی که صاحب خانه است نگاه نکنید، بلکه با آن آدمی که نگاه کنید که در زندان خواب است، مثلا از خودتان پایان تر. شما که در اجاره باشید هم همراهی زن و فرزنداتان خواب استید، اونا در همراهی کیم که ها در کیم کجاها خواب کردیم. در این حالت شما نعمت الله تعالی را پایمال نمیکنید و شکر میکنید. اما در مسئله های دینی شما به شخصیت های از خودتان پایان نگاه نکنید. یا آدم دیدید که مثلا ریشش تراشیدگی است، شما ریشدار هستید، ماشاءالله ایمانی من از او زیاده است نگویید. یا یک آدم میبینید که دقیقاً گناه و بلا گرفتار است، فکر نکنید که شما در نزد الله تعالی از این بهتر هستید. شما در مسئله دین از خودتان به بزرگان نگاه کنید. کسی که از شما با تقوای و دیندارتر باشد با آنها نگاه کنید. در این حالت شما خودتان را تحقیر میکنید. یعنی به آدم ها با نظر تحقیر ممکن نیست نگاه کردن. بنابراین بعضی بزرگا وقتی به خانه شما مهمان آمد، مهمانای جا کردن، مسافر بودن، فرزندشان سحر گفت که مهماناتون چه خیلی مهمان است، گفت نماز تهجد نخیست. بعد گفتن که از تو بهتر است. گفتن مهمانای من اولش مسافر است، برای آنها الله تعالی نماز فرض سبک کردگی است، یعنی به جای 4 رکعت 2 رکعت خوان فرض کوتاه کرد الله تعالی برای اینا، سفرشون به نظر گرفته. دویمش این که تو با این تهجدی که خواندی و اینهای تحقیر کردی تو گناهکار شدی، بنده های الله از خودت پس شماریدی، خودت بلند شماریدی، به همین تو از اینها پس شدی، اینا از تو بلند شدن. تحقیر آدم ها و بزرگ داشت خش نادرست است. اما گاه شیطان میبیاد میگه که ماشاءالله تو بهترینی، تو تهجد خوانده، از در همین شهر ممکن فلان داملا خواب کرده است تو خواندی و ها نخواند تو خواندی، از تو فلان کارهای کرده دیگه هیچ کس نکرد، تو زوری. گفته همین خیلی عجب میکنه، خودتون با خودتون تعجب کرده میگیرید و عجب عمل بیکار میکنه، عملی ثوابتو از بین رفته میگیره. بنابراین در مسئله های دینی به شخصیت های بزرگا، به صحابه ها، به علما، به آنهایی که در این دین مقدس اسلام کمر همت بستن به آنها نظر کنید. بعد از آن عمل های خویش را تحقیر میکنید، عمل های آدم ها را تحقیر نکنید، عمل های خودتون را تحقیر کنید. هر چقدر میتونید عمل زیاد کنید. روز قیامت یکی از نام های روز قیامت روز حسرت است، روز پشیمانی. و انذرهم یوم الحسره. الله تعالی میگه که ای پیغمبر این مردم از روز حسرت بترسان، آگاه کن که ترسن از روز حسرت، روز پشیمانی. میگن که مفسرها حتی آدم‌های نیک هم پشیمان میشن که برای چه عمل‌های نیک زیادتر نکردیم. آدم‌های گنده، آدم‌های بد، گناهکارا پشیمان میشن که عمل‌های خیر نکردیم، از گناه دور نایستادیم. آدم‌های نیک میگفتن که کاش عمل‌های خیر بسیارتر میکردیم. همه پشیمان میشد از خلاصه.